وقتا شده ما میخوایم یه چیزی رو تو اینترنت سرچ کنیم و نیاز به مرورگر داریم. این مرورگر میتونه گوگل کروم باشه، موزیلا باشه، ویندوز اکسپلورر باشه و خیلی چیزا دیگه. و در اینجا ما گوگل کروم رو میخوایم به شما پیشنهاد بدیم. سلام، من مجتبی هستم. به کانال ردپای علم خوش اومدید و امروز با آموزش گوگل کروم در خدمت شما هستیم. پس لیتس گو. بچه ها، من اینجا نسخه گوگل کروم ویندوز آماده دارم میکنم. ویندوز 10 بریم برای دانلودش. خب گوگل کروم از سایت ساپ 98. خب ما اینجا اگه ما اینجا نسخه رو دانلود کنیم به ما نسخه چابیتی رو میده و میریم برای دانلود. خب بچه سعی کن از آخرین نسخه شما استفاده کنید. خب همونطور که میبینید گوگل کروم اینجا برامون نصب شده و اجرا کردیم و همونطور که میبینید سرچ هم میتونیم بزنیم. مثلا بازی پرطرفدار که اینجا انگلیسیه، بازی پرطرفدار به این سادگی کار میکنه برای مثلا آیفون. خب این گوگل کروم از اینجا برام کار میکنه و به سادگی هرچی تمام تا تونستیم نصب برداشت کنیم. از این دست ویدیو خوشتون میاد لایک سابسکرایب فراموش نشه. ویدیو هم باید دیگه هم به اشتراک بذارید تا از این ویدیو بتونن استفاده کنم. تا دیدار دیگر، بدرود.